الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدان، بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 14 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین عقیده رازیین است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما مسائل های گوناگون را جمع میکنیم و کوشش میکنیم که در یک این حلقه باقی مانده مسائل ها را ان شاء الله که تعلق به مسئله قدر دارد بیان بکنیم و این موضوع را به پایان برسانیم. مسئله این است که بدعت انکار کردن قدر کی و چگونه به وجود آمد. ما باید بدانیم که دین همه پیامبران علیهم السلام درباره قدر یک نمود بود، زیرا که این خبری الله سبحانه و تعالی هست و با بعضیشون زیادتر و کمتر بالعموم این عقیده همه پیامبران بود. و اما در امتهای پیش گذشته هم یا که پیش از امت اسلام مشرک‌ها و فلسفا و بودیستا و مجوس‌هایی که عقل خود را استفاده می‌بردند و دینشون را به همون عقلشون ساختند، در حقیقت در بالای تقدیر مشکلی داشتند و در بالای این مسئله بزرگ نزاع داشتند و بالاخره در بالای قدر یعنی مشکلی داشتند. مثلا مجوسی‌ها قدر را انکار می‌کردند، بودیستا انکار می‌کردند، فلسفی یونانی ها انکار میکردند و انسان را آزاد میدانستند، حر اختیار دارد انسان میگفتند و خالق هیچ تأثیری برای بنده ندارد میگفتند. اما اولین کسی که در بین مسلمان ها این سخن کفری یعنی انکار قدر را گفت و اولین بار این عقیده باطل را ظاهر کرد، این معبد الجهنی گفتن یک انسانی هست که در بصره در عراق یعنی این سخن را به وجود آورد. این عراقی است، معبد الجهنی عراقی است. ببینید عادتا همه اهل بدعت یا از عراق است یا که از فارس است. جهم ابن صفوان، جعد ابن درهم، محمد یعنی ابن کرام، اینها یا ابو منصور ماتریدی یا ابن داود یا که داود ظاهری، اینها همشون از فارس هستند. اما معبد الجهنی و البته که بشر المریسی این انسان مصری بود لیکن در بصره این عقیده باطلش رو گرفته بود، یا که عبدالله ابن سعید کلابی که این هم عراقی بود. یعنی عراق و منطقه فارس منطقه فتنه شده بود. اهل کلام عقیده باطل و همه عقیده هایی که مخالف از قرآن و سنت است در همین جا به وقوع پیوسته است. معبد الجهنی چگونه عقیده انکار قدر را به وجود آورد؟ مؤثر به یکی از نصرانی ها شد. یک نصرانی که اسمش را علما سیسویه میگویند و بعضشون اسمش را سوسن میگویند، خیلی که از اوضاعی روایت است. یعنی این دو انسان، دو مردی که نصرانی است و این عقیده باطل را معبد الجهنی از همین ها میگیرد. بله، ما خیلی که گفتیم جهم ابن صفوان عقیده انکار علو الله را و عقیده کلام الله مخلوق گفتن را بگیم، عقیده کلام الله مخلوق گفتن و کلام الله را انکار کردن را از یهودی ها گرفت.
معبد الجهنی باشد عقیده باطل انکار تقدیر را از نصرانی ها گرفت، زیرا که نصرانی ها هم گمراه شده و قدر الله را انکار میکردند. بعضی از علما میگن که سیسوی این نصرانی بود اما سوسن این مجوسی بود. و ما بالاخره باید بدونیم که گمراهی و ضلالت از دو اصل بیرون نمی شود، یا از سبب جهل به وجود می آید یا از سبب هوای و هوس به وجود می آید. هر گمراهی که امروز در روی دنیا هست یا که پیش از امروز در زمانهای قدیم بود یا که در آینده می آید، یا جاهل است یا دیده و دانسته پیروی هوای هوس کرده معاند است. و در بعضی حالتها هر دوش جمع شود، هم جهل هم پیروی از هوا و هوس. امروز اهل بدعت ها هم چنین هستند، هم جاهلند هم پیروی از هوا و هوس میکنند. سبحان الله. اگر هر بدعت را و هر گمراهی را که در اسلام به وجود آمده است نظر کنید، گفت و گو بکنید، آخرش را میبینید که این انسان یک جاهل است و میبینید که پیروی از هوا و هوس میکند. اوزاعی میگویند، خیلی که در کتاب القدر و کتاب الابانه لابن بطه ذکر شده است و در اللالکای شرح اصول اعتقاد لالکای ذکر شده است، میگویند که ان اصل بدعت القدر من سوسن النصرانی، همانو که اصل بدعت قدر انکار کردن تقدیر از سوسن نصرانی به وجود آمده است. و از همین سوسن نصرانی گفتن یک مرد کی گرفته است، معبد الجهنی همین عقیده را گرفته و بر بین مردم مسلمان پهن کرده است. و از معبد الجهنی کی گرفته است، غیلان الدمشقی گرفته و پهن کرده است. یعنی ببینید سبحان الله، یک عقیده باطل را از نصرانی یک نفر گرفت، از این نفر دیگه نفر و بالکل این چیز بالاخره پهن شد. و این معروف است که بدعت انکار قدر یا که بدعت قدری در بین عرب ها نبود، در عراق هم نبود، در شام هم نبود، در بین مسلمان ها این وجود نداشت. صحابگان، تابعین، همه یگان اختلاف در بینشون نبود و این چنین فتنه به وجود آمده نبود. اما زمانی که اسلام پهن شد و به اسلام نصرانی هایی که در عراق هستند خاص، همون نصرانی های عراق وقتی که به اسلام داخل شدند و گویا که اسلام آوردیم گفتند، اینها چیکار کردند؟ همون عقیده باطلی اعوذ بالله در حالت نصرانی بودنشون در بالای تقدیر رو گرفتن. یعنی گفتند که الله یگانه است، الله عبادت کردند، اما عقیدهشون در بالای تقدیر رو تغییر ندادند. همین چخیلی که در نصرانیت عقیده داشتند همون موند و بالاخره این عقیده باطل پهن شد. و امروز هر کسی که تقدیر را پهن یعنی انکار میکند و میگوید که انسان اختیار مطلق دارد، این عقیده باطل از عقیده نصرانی و مجوسی گرفته شده، مخالف قرآن و سنت است. بارک الله فیکم. اینا ما باید خوب بدونیم. ما بیان کردیم که قدر الله حتما به خودش چی دارد؟ علم دارد و حکمت دارد. سلف صالح اهل سنت و الجماعه ایمان می آورند به حکمت الله در همه فعلش و در همه تقدیرش. هر چیزی که نوشته کرده است الله سبحانه و تعالی حتما در او حکمت وجود دارد، اگرچه ما میفهمیم یا نمیفهمیم. بسیاری حکمت الله را من شما نمیفهمیم. هر یک فعل را که الله انجام میدهد حکمت وجود دارد. هر یک امری که الله کرده است که انجام بدهید حکمت دارد و هر یک نهیی که کرده است که نکنید و از همین چیز دست کشید حکمت دارد. و ما باید به همین حکمت الله تسلیم شویم و اقرار کنیم که بدون حکمت یگان فعل الله و یگان تقدیر الله وجود ندارد. بارک الله فیکم. اگرچه در بعض حالات یا در بسیار حالات ما این علت حکمت رو نمیفهمیم، شاید فهمیده نمیتوانیم، اما ما باید تسلیم شویم. مثلا الله به ما امر کرد که نماز بخون، حکمت دارد یا نموده؟ حکمت دارد.
روزه بدار، حکمت دارد، حکمت های گوناگون دارد. اما در بعضی حالت من شما ممکن می شود که همین حکمت رو نمیفهمیم. اگر حکمت رو نفهمیم نباید همین عمل رو ترک کنیم. حکمت رو نفهمیم هم باید ما گفته الله رو به جا بیاریم، زیرا که یقین باید بکنیم که حکمت وجود دارد. اما دو مذهب باطل انمین حکمت الله را انکار کردند و بالاخره به یک گمراهی در باب تقدیر باز گرفتار شدند. حکمت الله را جهم ابن صفوان انکار کرد و اشعری ها انکار کردند. عقیده جهم ابن صفوان چه خیلی عقیده است؟ عقیده جبری هست. یعنی میگه که همه انسان ها مجبور است، همه انسان ها مثل رابرت است، یگان اختیاری ندارد. هر چیزی که در تقدیرش هست می شود و انسان خودش اختیارا نه اختیاری هدایت را دارد، نه اختیاری حرکت را دارد، نه اختیاری گمراهی را دارد. هر کاری که می شود الله مجبور کرده است او را. و اولین کسی که حکمت را انکار میکند این جهم ابن صفوان است. و بعد از این به قول این که اشعری ها رفتند. این عقیده چی عقیده است؟ یعنی میگن که اراده الله، همون اراده که الله دارد، مشیعه یا اراده، خواست الله، اراده الله، اهل سنت والجماعت میگن که خواست الله، اراده الله حکمت دارد، همیشه به حکمت است و به علم است. جهم ابن صفوان و اشعری ها میگن که خواست الله، مشیعت الله و اراده الله هیچ حکمت ندارد. سبحان الله. و گفتن که هر کاری که الله میکند، هر کاری که خواهد میکند یگان حکمتی ندارد. اگر الله خواهد گفتند، اینها جایز دانستند که الله اگر خواهد امر میکند به کفر و به شرک، اگر خواهد گفتند مردم نهی میکند، باز میدارد از ایمان و از توحید. و سبب گمراهیشون این است که اینها فرق بین اراده شرعی و اراده کونی رو نفهمیدند. همه مشکلشون همین است. اما اهل سنت و جماعت این چیز رو جایز نمیدونند. یعنی به الله سبحانه و تعالی ناممکن است که الله امر به کفر و شرک کند، زیرا که خودی الله خبر داده. و ناممکن است که الله سبحانه و تعالی چی کند؟ از ایمان و توحید باز دارد، زیرا که خودی الله خبر داده که از همه کاری بدترین همین کار است. ما اگر خواهیم که باب توحید رو، توحید در باب القضاء و القدر رو خوب فهمیم، ما باید مسئله اراده شرعی و اراده کونی رو فهمیم و فرق گذاریم. و بعد از این تقدیر کونی هست و تقدیری چی می شود؟ شرعی. می فهمید که چی معنی دارد. ما در حلقه گذشته گفته بودیم که به شما می فهمونیم. علما و محققین از اهل سنت و الجماعه میگن که همین اراده الله به دو قسم تقسیم میشد. اراده را شما فهمیدید چی است؟ اراده مشیعه، یعنی خواست الله. اون چیزی که الله میخواهد دو نمود است. یک نمود اراده اش، یعنی اراده خواست الله این است که الله میخواهد و همون انجام دادن همون عمل را دوست میدارد. اراده ای که همیشه در پهلوش دوستداری به وجود می آید. و یک نمود اراده الله هست که الله سبحانه و تعالی می خواهد اما انجام دادن بعضی از این عملها را دوست ندارد، کفر و شرک را. مثلا اراده کونی و اراده شرعی همین است که حالا می فهمید. یا که اراده قدری خلقی و اراده دینی شرعی هم میگند. اراده کونی قدری خلقی یکم نمود اراده کونی چیست؟ اراده که کونی هست، یعنی در ازل اولین بار الله همه چیزهایی که در این دنیا می شود همین رو دانست و همین رو نوشته کرد و همین رو خواست. نوابسته این که این چیز آیا یعنی بد است یا که خوب است. الله سبحانه و تعالی در ازل، یعنی پیش از این که آسمان و زمین رو خلق کند 50,000 سال پیش،
از خلق کردن زمین و آسمان هر یک انسان رو دید، هر یک مخلوقات رو دید و بعد از این فهمید که آنها به اختیارشان چه عملها رو میکنند و بعد از این همین رو نوشته کرد. این اراده کونی است. در درون این اراده الله مثلا این چنین هست که یک انسان مشرک می شود، این چنین هست که یک انسان کافر می شود و این چنین هست که مسلمان می شود. الله کافر شدن یک نفر رو آیا دوست می دارد یا نمی دارد؟ البته دوست نمی دارد. پس چرا یک نفر کافر می شود؟ اگر الله دوست ندارد چرا یک نفر کافر می شود؟ یک نفر کافر شد، آیا الله سبحانه و تعالی کافر شدن او را خواست یا نخواست؟ کونن خواست، در اراده کونی خلقی خواست، زیرا که الله دیده بود که یک انسان به اختیار خودش کافر می شود، همین را نوشته کرده بود. اراده کونی یعنی بدون اجازه الله به وجود نمی آید، اما الله بدش می آید. اما الله از همین کفر، از همین شرک، از همین کافر راضی نیست. اگرچه همین کافر هم عملی که می کند در اراده الله هست، اراده کونی هست. اراده کونی اراده که الله دیده بود در اول و 50,000 سال پیش از خلق شدن زمین و آسمان نوشته کرده بود که فلان انسان به اختیار خودش مشرک می شود، کافر می شود. اما الله همین مشرک شدن و کافر شدنش رو دوست ندارد، اما از سبب اینکه به اختیار خودش بنده شده است، الله او رو یعنی تقدیرش رو همچنین نوشته بود. این اراده کونی است که الله سبحانه و تعالی یعنی بعضی از چیزهای به وجود می آید که کونن دوست ندارد، لیکن اراده یعنی می خواهد به وجود می آید. دوست ندارد همین چیز رو، از همین چیز راضی نیست، اما کونن عموما در همون تقدیر لوح المحفوظ نوشته کرده است و به خواست الله به وجود می آید. همین به وجود آمدن کفر هم شرک هم به خواست الله به وجود می آید، اما الله به وجود آمدنش رو دوست ندارد. اما اراده دینی چی؟ اراده شرعی این همون اراده هست که الله سبحانه و تعالی از ما طلب می کند و انجام دادن همون رو دوست دارد. فرقش همین است که علما میگویند که در بارک الله فیکم ببینید اراده فرق همین است. ما تعلق به الارادتان میگند و هو ما وقع في الوجود من الاعمال الصالحه فإن الله اراده اراده دین و شرع فامره و احبه و رضيه و اراده اراده کون فوقع ولولا ذلك ما كان. آن چیزی که تعلق به دو اراده دارد، هم به اراده کونی و هم به اراده شرعی. بعضی عمل ها است که هم در اراده کونی وجود دارد و هم در اراده شرعی وجود دارد. اون عمل های خوبی که انسان میکند، عمل های صالحی که انسان میکند، الله همین رو خواسته است، هم در اراده کونی هم در اراده اول در همون لوح المحفوظ نوشته است که یک انسان به خواست خودش عمل خوب میکند، و هم در اراده دینی شرعی طلب کرده است. الله امر کرده است که عمل صالح رو انجام بدید و از همون انجام دهنده عمل راضی می شود و دوست می دارد. هم این یعنی عملی صالحی که شما انجام میدید هم کونن نوشته شده است و هم شرعا الله همین می خواهد. اما اون اراده هایی که فقط اراده های کونی هست و به این اراده شرعی دخالت نمی کند، این چی است؟ یا که اراده بگیم اولا دینی هست، خواست الله که خواست شرعی هست و دینی هست. همه اون امرهایی که الله در قرآن و در سنت کرده است که انجام بدید، عملهای صالح است. اما کافرها سرکشی کردند و انجام ندادند. این همه‌اش اراده های شرعی هست. الله اینو ببینید در شریعت به ما امر کرد. الله در شریعت به ما امر کرد که عملهای توحیدی را به جا بیارید و از شرک و کفر دست کشید. الله امر کرد، لیکن باز میبینیم کافرهای را که انجام نمیدهند. پس این عمل، این امر الله امر چی است؟
امر شرعی هست. امر کونی حتما به وجود می آید، اما امر شرعی الله بعض حالت به وجود می آید و بعض حالت به وجود نمی آید. این است امر کونی و شرعی. یعنی الله دو اراده دارد. اراده کونی که در درون اراده کونی الله عمومی بگویم، اراده عمومی، اراده مطلقی که در همون لوح المحفوظ نوشته شده است، در زیرش کفر هم هست، شرک هم هست. اما اراده شرعی فقط اراده های الله که در این فقط عمل های صالح است و توحید است و ایمان است. بارک الله فیکم. من امیدوارم که میفهمید، لیکن این مسئله البته که در یک بار فهمیده نمیشد. به نهایت مسئله نازک است. به نهایت مسئله نازک است. ببینید اشعری ها و ماتریدی ها همین دو اراده رو نفهمیدند. اشعری ها و ماتریدی ها دو اراده رو نفهمیدند و گفتند که هر کفری که در این دنیا می شود و هر شرکی که در این دنیا می شود، الله همین کفر را خواست، الله از همین کفر راضی هست، الله همین کفر را دوست می دارد. از نظر اشعری ها بالخصوص گویا که الله سبحانه و تعالی ابو لهب را دوست می داشت و ابو جهل را دوست می داشت. شما خوب دقت بدید. از نظر اشعری ها ابو لهب دوست داشته شده در نزد الله بود. ابو جهل را الله دوست می داشت. به خاطر چی؟ به خاطر آن که شرک و کفر و دشمنی که ابو جهل و ابو لهب انجام دادند در حق دین و در حق رسول الله، این به اراده الله، به خواست الله بود و الله انجام دادن همین عمل را دوست می داشت. میگن این سخن کی است؟ سخن اشعری است. این عقیده کفری اشعری است. اما اهل سنت و الجماعت میگویند که الله از شرک راضی نیست، الله از کفر راضی نیست، الله از مشرکین راضی نیست، الله از کفار راضی نیست و الله شرک و کفر و مشرک کافران را دوست نمی دارد و الله ابو لهب را بد می دید و غضب می کرد به بالای ابو لهب و الله بد می دید و غضب می کرد به بالای کی؟ ابو جهل. اگرچه انجام دادن شرک و کفری که ابو لهب و ابو جهل انجام می دادند بریزاگی و اراده و خواستی کونی الله بود، نه شرعی. یعنی شرعا الله نمی خواست اینها را بد می دید، اما کونن در تقدیر عمومی نوشته شده بود و الله خواسته بود که اینها کفر شرک میکنند. این رو ما باید بگوییم. اگر همین رو انشاءالله کمی فهمید به شما مسئله واضح میگردد. در باب تقدیر ببینید اشعری ها گمراه شدند، معتزله ها گمراه شدند، صوفی های غلات گمراه شدند و بارک الله فیکم عقیده های باطلی قدریه ها منتشر شد. این دو عقیده باطل معروف ترین عقیده است که قدری و جبری. جهمی ها، جهم ابن صفوان، اشعری ها، اینها چی شدند؟ قدری، اینها جبری شدند. همه را گفتند که مجبور است هر کاری که میکنی گناهگار نمیشوی، هر عملی که میکنی این را الله به تو نوشته است، چی بخواهی بکن و گناهگار نمیشوی. و البته این عقیده باطل است. اگر شما هم همچین عقیده داشته باشید دانید که توحید شما در باب توحید ربوبیت البته که موحد نیستید، بلکه شما اختیار دارید و الله به شما اختیار داده است. و این چنین کسای آمدند که بالکل اختیار را یعنی ذکر کردند و گفتند که یگان تقدیر وجود ندارد، نه اراده نه خواست الله که کونی هست یا قدری است. گفتند کونی هست و قدری یا که شرعی دینی، همش رو انکار کردند و اینها هم گمراه شدند. بارک الله فیکم. عقیده ما چی است؟ عقیده وسط است. عقیده ما دور از عقیده این فلسفای یونانی و عقیده مجوسی ها، عقیده اهل کتابی که در باب قدر گمراه شدند، و عقیده ما دور از عقیده معبد الجهنی یا که از جهم ابن صفوان یا که اشعری در باب قدر است و در باب اراده الله هم. اراده الله هم. بارک الله فیکم. انا همچنین به شما والله اعلم
جایهای اساسی و مسئله های اساسی قدر بیان گشت. و ما حالا به شما میگیم که چی چیز سبب شد که انسان ها در این چیز در باب بالخصوص مسئله قدر گمراه شدند. چندین بار تکرار کردیم، عقل خود را داخل کردند، به عقل خود اعتماد کردند و نظر به قرآن و سنت نکردند، تسلیم به قرآن و سنت نشدند و این کار کردند، گمراه شدند. به عقل وقتی که قدر رو نظر میکنید، قدر رو فهمیده نمیتونید و بالاخره این کار میکنید. یا که سبب دوم گمراهی اینها این است که آنها فقط نظر کردند به آیات‌های متشابه و فکر و تفکر درباره آیات‌ها و حدیث‌های متشابه کردند، اما آیات‌های محکم را ترک کردند. این صفت اهل بدعت است که همیشه در بالای آیات‌های متشابه، همیشه در بالای آیات‌های متشابه سخن میکنند. بارک الله فیکم. و این سبب گمراهی می شود. شما نباید در بالای آیات‌های متشابه زیاد صحبت بکنید یا که در بالای آیات‌های متشابه دین خود را بگیرید. نه، باید به آیات‌های محکم بگردید. سوم چیزی که سبب شد، اینها خواستند که الله را پاک کنند از بعضی از همون به فکرشان آمده مشکلات و بالاخره این کار کردند تقدیر را و بالاخره اینها چی کردند؟ یا که گفتند که به الله بدی را ما نسبت نمیدهیم، گفتند نیکی از جانب الله است، بدی از جانب الله نیست، گفتند و گمراه شدند. همین چیزا سبب شد. اما عقیده اهل سنت و الجماعت معروف است، نیکی از جانب الله است، بدی هم از جانب الله است. اما بدی که ما نگاه میکنیم این به چشم من و شما بدی هست. اون چیزهایی که ما در این دنیا میبینیم که بد است، این به نظر من و شما بد است. این بدی نسبی است. اما به الله وقتی که نسبت میدهیم، در نزد الله سبحانه و تعالی این همه چیزهای خلق شده به حکمت خلق شده و یک وظیفه خود را دارد. و چیزهای حرام یا چیزهای بد برای چی خلق شده است؟ برای امتحان من و شما، برای امتحان کردن من و شما. بارک الله فیکم. از همین جهت علما بدی را به دو قسم تقسیم میکنند، یعنی بدی محض و بدی که وجود دارد، بدی که وجود ندارد و بدی که وجود دارد. شر مرجوح میگند، یعنی بدی جزئی نسبی، بدی که ظاهر می شود بدیش به نسبت یک نفر یا به نسبت یک جهت، اما از جانب دیگر حکمت دارد و برای امتحان خلق شده است. الله همین بدی ها را به خاطر چی خلق کرده است؟ به خاطر خوبی، غالب این چیزهای بدی که خلق شده است به خاطر خوبی خلق شده است، یعنی به خاطر امتحان. اگرچه از یک نسبتش چی دارد؟ بد است. بارک الله فیکم. ما باید همچنین فهمیم. پس با همین این مسئله را مختصراً به پایان میرسونیم. مسئله تقدیر را چقدر اگر صحبت بکنید و چقدر در بالایش یعنی زیاد روید و خودداری نکنید در جایی که باید خودداری بکنید و خود را نگه ندارید در جایی که باید خود را نگه بدارید و سخن کنید در جایی که سخن کردنش درست نیست و بدون کلام الله و کلام الرسول و فقط به عقل خود در این مسائل داخل شوید، بالاخره در آخر در حیرت میمونید و گمراه میشید. انا همین است مسئله القضاء و القدر. ما خلاصه سخنمون همین است که ایمان می آوریم به قضا و قدر، ایمان می آوریم که الله همه من و شما را پیش از خلق کردنش نوشته است، هم کافران را، هم مشرکان را، هم مسلمان ها و موحدین را. هر کاری که در این دنیا می شود به اراده الله است. اگر همین کاری که انجام می شود کاری خیر باشد، عملی صالح باشد، خوب باشد، الله به دو ارادهش این را خواسته است، هم اراده کونیش که خواسته است و هم به اراده شرعیش خواسته است و الله این عملی خوب را انجام دادنش را امر کرده و دوست دارد.
اما اگر در این دنیا کسی کفر را انجام داد، شرک را انجام داد، الله کفر شرک را دوست نمی دارد و از کفر شرک راضی نیست و کفر شرک را نمی خواهد در اراده شرعی. اما در اراده کونی البته که کفر شرکی که به وجود می آید البته بدون اراده الله نیست، در زیر مشیت الله به وجود می آید، به اراده الله، اما این اراده عمومی کونی هست. پس ما جبری نیستیم، ما نمیگوییم که همه مثل رابرت هست و هر کاری که میکنی از سببی تقدیر است و تو هیچ اختیاری نداری. این عقیده باطل است و ما این کار تقدیر نمی کنیم، قدری هم نمیشویم و نمیگوییم که همه نیکی را الله خلق کرده است و بدی را خود ما خلق کردیم. یعنی به خاطر الله را حمایت کردن، الله را پاک کردن، این عقیده باطل به وجود آمده رو ما البته که اقرار نمیکنیم، بلکه الله سبحانه و تعالی هم نیکی را و هم بدی را خودش خلق کرده است. همه عملهایی که ما انجام میدیم الله خلق کرده است. اما الله در اراده کونیش چیزهای بد رو خلق کرده و خواسته و در اراده شرعیش این چیزها رو نمیخواهد. بارک الله فیکم. و ما وسط هستیم. خیلی که در اول گفتیم عقیده ما وسط است که البته هر کاری که ما انجام میدهیم این به اختیار ما است. هدایت رو وقتی که میخواهیم پس ما خودمون اختیار کردیم، به طرف گمراهی میرویم پس ما خودمون اختیار کردیم. کسی زنا کرد این عیب اعوذ بالله الله نیست، عیب رو به بالای تقدیر هم نگذارید، بلکه خود شما زنا رو اختیار کردید و رفتید. و هر کی به راه توحید میرود پس خودش به راه توحید اختیار کرد و رفت. فقط الله بعد از اختیار شما همون راه رو برای شما آسان میکند. وقتی که گمراهی رو اختیار کردید الله همون راه گمراهی رو برای شما میسر میکند و روز به روز گمراه میشوید. و وقتی که هدایت رو اختیار کردید الله راه هدایت رو به شما آسان میکند و روز به روز هدایت شما خوب میشود. اولین اختیار در دست شما است، اما باقی مانده بارک الله فیکم در دستی، یعنی به همون عمل دوام رفتنتون الله به شما البته که کمک میکند. گمراه شدن این نیست که الله سبحانه و تعالی یک انسان را به یگون سبب گمراه کرده باشد. الله به قلب شما نظر میکند و دیده است که شما گمراهی را میخواهید، گمراهی را به شما میدهد و الله شما را میبیند که هدایت را میخواهید، هدایت را به شما میدهد. چگونه که شما در رسی یک کار میکنید، مردی کار هستید، شما یک کار رو میروید میبینید، پیش از همون کار رو قبول کردن میبینید کار سبک باشد، مبلغش خوب باشد، مشقت نداشته باشد، اختیار میکنید. اگر کاری که وزمین باشد، مشقت باشد، مشکلی داشته باشد، پولش کم باشد، اختیار نمیکنید. این به اختیار شما است، این به اختیار خود شما است. بارک الله فیکم. پس بنده چی دارد؟ بنده اختیار دارد، اما یک قسم از عملها هست که بنده اختیار ندارد، به مانندی در کجا وفات کردن، به مانندی مریض شدن. مریضی می آید که شما نخواهید هم می آید، شما نخواهید هم وفات میکنید، شما مکان مردنتون رو نمی دانید، می خواهید که در خانه تون وفات کنید، در گرد فرزند و این و آن، لیکن یک حالت میشد که شما نفهمیده خودتون اختیار نکرده وفات میکنید. پس مسائلی که در اون بنده اختیار دارد و مسائلی که اختیار ندارد شما باید بدانید و در بعضی از حالتها ما مجبور هستیم اختیار نداریم و این مسائل بیند مسائلی کم است. در تولد شدن من شما اختیار نمیکنیم، در وفات کردن من شما اختیار نمیکنیم، در مریض شدن اختیار نمیکنیم، در شفای یافتن در دست الله هست. من شما اگر حرکت کنیم هم اگر الله خواهد نمیدهد، الله خواهد خودش میدهد، اگر چی من شما نخواهیم هم. این مسائل است که ما مجبور هستیم. یا که باریدن باران اگر از مخلوقاتش نظر کنیم، باریدن باران، لرزیدن زمین، برآمدن آفتاب، نشستنش، اینها همه مسائلی هست که ما اصلا اختیار نداریم. اما مسائل دیگر است که ما اختیار داریم: قبول کردن هدایت، ترک گناه، دست زدن به توحید،
اختیار کردن جماعت توحید، از اهل حق شدن و از اهل باطل دور شدن، کفر به طاغوت ورزیدن، براءت کردن، آموختن علم و به سوی جنت رفتن و رضایت الله را به دست آوردن، این به اختیار خود من شما است. گمراه شدن، مشرک شدن، دور شدن از توحید، کفر به طاغوت را انجام ندادن و دوستی کردن با مشرکین، این همه به اختیار من شما است. گمراهی را نگوید که عیبی من نیست، الله در تقدیر نوشته است. نه، بلکه الله دید که شما همین عمل را میکنید و نوشت. بله، در زیر اراده الله است. اگر الله نمیخواست نمیشد، لیکن الله دید که شما انجام میدید، شما را تغییر نداد و گذاشت و خواست. این است اراده کونی. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. پس یک مسئله هست که اگر در این دنیا ما اختیار نمی داشتیم، خلق شدن من شما فایده ندارد. ما اختیار داریم در مسئله قبول کردن هدایت و یا قبول کردن گمراهی. قبول هدایت و انکار گمراهی اختیار داریم، زیرا که این دنیا دنیای امتحان است، ابتلا است. همین چیزهای بدم خلق شده است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما رو الله میخواد سنجد که کدام از ما همون چیزهای بد رو ترک میکنیم، کفر رو ترک میکنیم، شرک رو ترک میکنیم و به جانب الله میرویم و موحد میشیم. پس این دنیا دنیای امتحان است. امتحان همیشه همان وقت به وجود میاد که ما اختیار داشته باشیم. اگر مجبور باشیم، امتحان وجود البته که نه به وجود نمیاد. حیاکم الله بیاکم. امیدوارم که با همین عقیده اهل سنت در جماعت رو و عقیده اهل بدعت رو فهمیدید و با همین مسئله تقدیر به پایان رسید و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده در باره موضوع دیگری که رازیان، یعنی این دو رازی بیان کردند، یعنی بهترین امت بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها ابوبکر هستند و عمر و عثمان و علی، یعنی در بالای خلفای راشدین، فضیلت آنها و عقیده در بالای صحابگان صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.